سلام، خوش آمدید به جلسه امروز. تا الان نصب پایتون و اجرای هلو ورلد رو دیدیم. امروز قراره ببینیم چطور میتونیم اطلاعات رو داخل برنامه‌مون ذخیره کنیم. یعنی متغیرها انواع مختلف داده که باهاشون کار میکنیم. این مبحث پایه‌ترین ابزار هر برنامه‌نویسیه. مثل آجرهای ساخت یک خونه میمونه. خب مفهوم اول، وریبل یا متغیر. فکر کن یک کمد داری و هر کشو یک اسم داره. اگه بخوای کفش، کتاب یا عینکت رو بذاری، هر چیزی رو در کشوی مربوط به خودش میذاری. در برنامه‌نویسی هم متغیر مثل اون کشو است. یک نام یا لیبل داره که به یک مقدار اشاره میکنه. وقتی اسم متغیر رو میگی، برنامه میفهمه منظور همون مقدار هست. حالا مثال میزنم براش. مثلا age متغیره که داخلش 26 رو گذاشتیم. name یک متغیره که داخلش اسم ماهان رو گذاشتیم. و یا is student یه متغیره که داخلش ترو رو گذاشتیم. این سه خط یعنی یک کشو به اسم age داریم که مقدارش 26 و یک کشو name با مقدار ماهان و یک کشو is student با مقدار ترو. خب نامگذاری متغیرها چند تا قانون ساده داره که باید همیشه رعایتش کنیم. من بهتون میگم که بدون. اولیش اینه که اسم متغیر حتما باید با حروف یا آندرلاین شروع بشه. یعنی به این صورت ماهان مساوی 27 یا به این صورت یوزر مساوی 124. این دوتا درسته. شما حق نداری قبل متغیر یعنی اول متغیر با عدد شروع کنی. این اشتباهه. 4 ماهان مساوی 400 یا مثلا این اشتباهه. همینطور که میبینی هم خطا گرفت. شما حق نداری برای اسم متغیر از اسپیس استفاده کنی. یوزر ایج مساوی 32. این هم غلطه. حق نداره از این روش هم استفاده کنی. حق نداری از دش یا منها استفاده کنی. این هم خطا میگیره. پایتون بهش حساسه. خب بعد یه چیز جالبی که هست، پایتون به حروف بزرگ کوچیک حساسه. یعنی ایج مساوی 24 با ایج مساوی 45 متفاوته. این دوتا با هم یکی نیست. دوتا متغیر جدا، دوتا حافظه جدا تو پایتون براشون تشکیل شده. حتما حواستون باشه. بریم سراغ مبحث بعدی، یعنی انواع داده در پایتون. پایتون انواع مختلفی از داده داره که یک نوع اونها اینتیجر یا عدد صحیح است که با علامت اختصاری اینت نمایش داده میشه. ما اگه یه متغیری به اسم x داشته باشیم و x مون رو 18 در نظر بگیریم، 18 یک عدد صحیح و اینتیجر است. اگه یه متغیر دیگه هم داشته باشیم y منهای 20 باشه، منفی 20 هم یک عدد صحیح و اینتیجر هست. حالا از کجا میفهمیم؟ ما میتونیم با استفاده از پرینت و تابع تایپ برای مشخص کردن نوع داده برای ماست. هر داده یا خواستیم نوعش رو بدونیم از تابع تایپ استفاده میکنیم. من الان میخوام تایپ x هم رو بگیرم. به این صورت میزنم، خودم رو اجرا میکنم. میبینیم موقع کلاس اینت مقدار x من از نوع کلاس و اینتیجر هست. خب بریم سراغ نوع بعدی از انواع داده های پایتون. نوع بعدی ما فلوت یا همون اعداد اعشاری ما هستن. مثال بزنم مثل قیمت یک محصول یا وزن یک محصول.
ممیز 45 یا حتی میتونه بیشتر هم اشار داشته باشه. هیچ محدودیتی پایتون از این بابت نداره و همش نشون میده. حالا اگه من بخوام تایپش رو دوباره ببینم، نوعش رو ببینم، تایپ میکنم پرینت پرانتز واس تایپ و متغیرم و نامش رو در اینجا قرار میدم پرایس. چاپش میکنم که ببینید کلاس از نوع فلوت یا همون اعداد اعشاری. در نظر بگیریم که اگر حتی این 23 ما منفی بشه، باز هم داده ما تغییر نخواهد کرد، همون فلوت. خب بریم سراغ نوع دیگه از انواع داده به اسم استرینگ یا رشته است که با علامت اختصاری str نمایش داده میشه و همیشه داخل تگ کوتیشن یا دابل کوتیشن ما مقدار یا رشتهمون رو میذاریم. اگه ما مقداری به اسم x داشته باشیم و داخلش مثلا ماها به این ما میگیم یک رشته، و اگه مقدار دیگه به اسم y داشته باشیم و داخلش بزنیم با تگ کوتیشن بزنیم frd، این هم یک رشته است. خب حالا بریم با هم تایپش رو ببینیم دوباره. پرینت پرانتز باز تایپ یا همون نوع داده که میخوایم ببینیم چیه. من میزنم x ولی x رو ببینیم با هم. ببندم دوباره باز کنم. نگاه کنید اینجا برامون زده کلاس str و همون رشته. حالا میخوایم y رو با هم ببینیم. من اینو پاک میکنم و میزنم y و یه پرانتز دیگه میکنم مثلا کلاس و str. اینجا 3 نوع مختلف از انواع داده ها یعنی اینتیجر یا اعداد صحیح فلوت یا اعداد اعشاری و استرینگ ها یا رشته رو یاد گرفتیم. بریم سراغ نوع چهارم از انواع داده که به اسم نان هست. اگه من یه متغیری به اسم x داشته باشم و داخلش بنویسم نان، این نان حالت یک کشو خالی داره. مثال کشو خالی اول ویدیو اگه یادتون باشه مثل یک متغیری میمونه که هیچی داخلش نیست. حالا اگه با هم تایپش رو با هم ببینیم، پرینت دوباره تایپ یا نوعش رو میزنیم و x، نه اینو میبندم که شروع نباشه. دوباره با هم ببینیم نوعش از نوع کلاس و نان تایپ هستش. نوع پنجم از انواع داده مقدار بولین ها هست که یا فالسه یا توه و با حرف اختصار بول نمایش داده میشه. یعنی اگه x مساوی true یا هست یا y مساوی فالس هست که ما اینو بعدا بیشتر باشون کار میکنیم. تو شرط ها خیلی استفاده میشه، خیلی کارایی دارن برای ما. و اگه بخوایم نوعش رو با هم ببینیم میزنیم پرینت تایپ x رو اول با هم ببینیم کلاس از نوع بولین. اگر من همین y هم برای شما تایپش رو بگیرم، باز همین کلاس از نوع بولین یا بول میزنم. تا اینجای کار انواع داده های پایتون رو با هم دیگه یاد گرفتیم، شناختیمشون. خب میخوام یه نکته رو بهتون بگم راجع به تابع تایپ. ما چه موقع از تابع تایپ استفاده میکنیم؟ تابع تایپ برای وقتی که ما میخوایم نوع یک مقدار رو بدونیم و بشناسیم که این مقدار چه نوعی هستش، ما از تابع تایپ استفاده خواهیم کرد که به این صورته. تایپ نوشته میشه
و 2 پرانتز و داخلش مقدار اونو میذارم. حالا به نظرتون میخوام یه مثال بزنم. x من مساوی 23 باشه. من شک دارم نوع این چیه. به نظرتون چی میتونه باشه؟ بریم با هم دیگه ببینیم. پرینت پرانتز باز تایپ منو به هم نشون بده. من اینو ران میکنم ببندم. می‌بینیم که زد کلاس از نوع str. چرا؟ چون هر چیزی که داخل این کوتیشن، چه عدد باشه، چه علامت باشه، چه هر چیز دیگه باشه، str تبدیل میشه. خب خیلی وقتا تو پایتون پیش میاد که ما نیاز داریم نوع داده‌مون یا مقدارمون رو عوض کنیم، که به این کار تو پایتون میگیم تبدیل نوع یا کاستینگ، که با استفاده از تابع‌های اینت برای تبدیل به عدد صحیح و فلوت برای تبدیل به عدد اعشاری و str برای تبدیل به رشته استفاده. حالا بریم اینا رو با هم ازشون مثال بزنیم و تک تک یادشون بدیم. در نظر بگیریم که ما اینجا یه مقداری داریم به اسم s. من میخوام این عدد 23 که بالا دارم رو تبدیل کنم به اینتیجر str. درسته؟ اینم ببندم. می نویسم تابع اینت و x منو تبدیل کن بهش و اینکه بریم با هم نوعش رو ببینیم. همچنین بریم که با هم چاپش هم ببینیم که به چه صورتی برامون چاپ خواهد کرد. ببینید تبدیل به اینتیجر شد و مقدار اونم بدون کوتیشن، یعنی رشته دیگه نیست، اینتیجر چاپ. حالا اگه من بخوام اینو فلوت کنم چیکار میکنم؟ میام همین جای اینت اینجا میزنم و تبدیل به عدد اعشاریش کنم. یه بار دیگه با هم چاپ کنیم همینو. نگاه کنیم نوع کلاس شد و فلوت تبدیل شد به فلوت. توی چاپش هم با هم دیدیم. ببخشید. حالا اگه من بخوام همین فلوتی که دارم دوباره استیار کنم به چه صورته؟ یه مقداری در نظر میگیرم به اسم z، میزنم مساوی str من. درسته؟ اینا رو کامنت میکنم و کپی میارم میذارم اون پایین. مقادیرش رو درست میکنم. اینو میکنم z و بالایی هم میکنم z که با هم ببینیم. ببینید به صورت str در اومد. خب موضوع دیگه ای که من باید راجع به پایتون بهتون بگم و نکته خیلی مهمیه، رفتار پویای پایتون یا داینامیک تایپینگشه. پایتون به صورت پویا نوعی متغیر رو تعیین میکنه، یعنی یک متغیر میتونه در زمانهای مختلف مقدار با نوعهای متفاوت داشته باشه. یعنی چی؟ مثال میزنم. مثلا من یک متغیر دارم به اسم h و اینجا میزنم 27 و من اینو چاپشم میکنم که ببینید متغیر من مقدارش 27. درسته؟ اگه من اینو چاپ کنم این که مقدار 27 رو به من برمیگرد. حالا همین ایج رو من میتونم جای دیگه مقدار دیگه ای بهش بدم و مقدارش تغییر کنه. حتی میتونه رشته باشه یا هر مقدار دیگه یا فلوت باشه یا همون اینتیجر. من مثلا میزنم ماهان. درسته؟ اگه من
بیام و دوباره چاپ کنم ببینیم که تبدیل شده به و به یک STR تغییر کرده. حواستون همیشه به این نکته باشه که هر متغیر رو ما میتونیم در طول برنامه نویسیمون، در طول برنامه که داریم مینویسیم تغییر بدیم به یک مقدار دیگه یا یک نوع دیگه میتونیم تغییرش بدیم. خیلی ممنون که تا اینجای کار با من همراهی کردین و همراه من بودین. قسمت سوم آموزش پایتونمون تموم شد. جلسه بعد میریم سراغ عملگراهای حسابی، مقایسه‌ای و منطقی که با متغیرها ترکیبشون میکنیم و برنامه‌های ساده‌ای میسازیم. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندین. موفق باشین و کدنویسی خوش.